به فرمان الله ادنا گوش نمیگیره. اگر برش بگوی ترجمه قرآن کریم زود ستونی چی را بگوی سوزنی رادیو را این دوشینگ میبره. میگه تو باش که باید خوبیش پیدا کنم. حالا این فلان تلویزیون اسکوی هر چیز میگه. حالا تو یک چیزی را بیار که یک چیزی را خوب ببینیم. الله تبارک و این را میگه اطاعت شیطان. نماز خفتن نخواندی، در مسجد نرفتی، در یادت نیست، اولادت در گردت نشسته است، یکیش الله اکبر نگفته، او شش تا 2 بجه او چی را دیدی؟ یا خبیث هندوها را دیدی یا خبیث یهود و نصارا را. چیزی دیگری هم در وجود نداره. بعد از او امو رقم افتادی، صبح الله اکبر هم نکردی، در 9 بجه و 10 بجه خواب آلوده میخیزی که وی وظیفه مناوق شد، از الله خود ترس نداشتی، وی رئیس غیر حاضر میکنه، وی اجازه نمیده. شما باور به الله بکنید که اگر امی اندازه خوف که از رئیس داریم از الله داشته باشیم، الله جنت بر ما میده. خب ما نداریم خوف از الله. دشمن آشکار است، دشمن پدر و بابایتان است، جدیتان است. از اول روز قسم یاد کرده به دشمنی. چطور باز به مون نقشه ها شما روان هستی؟ همین شیطانایی که امروز در وطن ما آمده کلی مردم پشتش روان است یا نه؟ این کلش برنامه شیطانی است. این برنامه های شیطانی است. مردم روان است پشتش. امیر عملی کرده. برنامه تنها برنامه نیست، مراکز قمار است. مراکز قمار. اینی قدر این صندوق گنجینه به نام گنجینه واز میکنه، این را اینی قدر کردیت بفرسته باز انعام براتون میگه. انعام نیست مردم، خدا آگاه کنی، قمار است. این قمار است، لیکن به طریق پیشرفتش. او قمار عادی نیست که تو اینطور گرد میششتی. این دیگر رقم قمار است. تو که مسیج روان میکنی پولت مصرف میشه یا نه؟ ها؟ تیکتی لاتریست خریدی، بعد از او به یک نفر میبره. خویی بدبختا خبیثا مردم تباه کرد. برنامه صحت براتون بیان میکنیم، اینی قدر کردیت روان کنی، اینی قدر سوال اسلامی را جواب بگه جایزه میبره. مردم ما همین قدر نمیگه که من چی ضرورت دارم که در تلفن روان کنم. اگر مبلغ هستم به یک برادر مسلمان خود مسائل دین بیان کنم، ها؟ 1,000,000 نفر سوالا را جواب میگه، 50 را پر از کردیت برات چی میکنه؟ میگیره. 50 میلیون شد. چند میلیون؟ اونجا نوشته کرده که 1,000,000 جایزه. یک نفر خام میده، یک نفر 1,000,000. 49 میلیون دیگر این بدبختا میگیره برای خود. کدام برنامه ها نیست که در اینجا تطبیق نمیشه. این مردم افغانستان آنقدر ساده یافته که هیچ پرسان نکن. به مقدار موبایل در افغانستان توزیع شده که در یک مملکت هم اینقدر توزیع نشده. چند شبکه داره پاکستان؟ از ما و شما که بسیار پیشرفته مملکت است. چند شبکه مخابراتی داره؟ تالیره 2 شبکه. در افغانستان 5 شبکه. این خو برابر یک ایالتی پاکستان است. یک ایالتیش این قدر شبکه ها را چی میکنه؟ باز نرخش در کجاست؟ در چند است؟ او چی میکنه؟ مردم ما الله رحم بکنه مصرف میکنه، اتر مصرف میکنه. از این که جای افسوس خویی که باز مسیج روان میکنه برای انتخاب ستاره شرمندگی افغان، رسوایی افغان. با او روان بگوی رئیس وزیر یکی دیگه خود سعی میکنه چی کنه؟ حالی پخته کرده بیادر، حالی پخته کرده دیگه ضایع میشه، حالی پخته کرده ضایع میشه، بیا دیگه کلی پیشک زده بر. عجیب گپ است. ایرا میگه فلا تعقلون. قرآن که میگه فلم تکونوا تعقلون. شما از عقلتان کار نمیگرفته که کدام رواج است. یک دیگه همی تربان نخوریشه. اگر دیگه در مورد شما دیگه بار دیدی، اگر در دیگه مورد تو دیگه بار دیدی، میگم بشک خود تو رواج دادی، بلکه هنوز پشتی سرم گپ گپ کردی، پشتی سرم گپ گپ میکنی. چقدر آجی، چقدر زحمت کشیده بوده. یک دیگه خود میگه خبر شدی؟ بچه‌ایش باور بک اگر یک دانه برنج کشیده باشه، و بدبخت برنج نکشیده، موتر در ترجمه قرآن گرفته، مسجد جور کرده، مدرسه جور کرده، کتاب خریده، بیوه داده، یتیم داده، پولچک جور کرده. خو این شیطانا نیسته؟ این مدیرای شیطان اینی گپارا تا بالا کرده رایست. خو ما اوتور الله چی میگه؟ افلم تکونوا تعقلون. ای شما از عقلتان کار نمیگرفته که کدام برنامه برای ما خیلی ثمر بخش است؟
و دو الله راضی میشه، به او پیغمبر امر کرده که امور ما انجام بدیم. هذه جهنم التي گفته میشه ای امو جهنمی از کنتم که شما بودید توعدون امرایتان وعده کرده میشد که نکنه اسباب جهنم بری خود آمده نکنه، اینمو جهنم است. اصلوها داخل شوی الیوم امروز بما کنتم تکفرون، به سبب آن چیزی که شما انکار میکردی. الله براتان بیان میکرد خود شما در یادتان نمی آمد که بله جهنم است، اسباب جهنم خود میخریدی. الیوم نختم علی افواههم، سخت حالت است. کدام حالت؟ اما اعضایی که تو در دنیا برای خود محافظین دفاعگر، اما نزدیکترین دوستیت عضو خودت است. اما کسا در روز قیامت سر تو شاهدی میده، دست سرت شاهدی میده، چشم شاهدی میده، گوش شاهدی میده، چه رقم شاهدی میده. قرآن بر ما میگه الیوم نختم علی افواههم، امروز ما مهر میلگانیم بالای دهنهایشان، از امی گناهگارا، از امی مجرمین جهنمیا. و تکلمنا ایدیهم، و تکلمنا سخن میگه به امرای ما، ایدیهم دستایشان، و تشهد شاهدی میده ارجلهم پاهایشان، به ما کانوا یکسبون، به تمامی و اعمالی که یا کسب کردن. چه رقم گویا میشه او ذاتی که چیسته؟ او ذاتی که یک خرد زبانی گوشتی ما را الله توانی قدرتی گویا گفتن داده. الله قدرت داره که دستی من سخن بگویه، پای من سخن بگویه، گوش من سخن بگویه، بالکل بیان کنه همینطور. یکی یا مراد از سخن گفتن ظاهر شدن است. الله تمام اعمال غلطه که انجام دادیم سری هر عضو نمایان میشه. دست که هر قدر گناه ها کرده الله مجسم میسازه. در سری دستت گناه، در گوش که هر قدر آوازای غلط شنیده یوجا مجسم میشه، نشان داده میشه. در چشم که هر قدر گناه کرده یوجا پیش میکنه. انکار کرده نمیتونی خود دیگه. الله میفرماید آلی کدام طرف حرکت بکنه؟ انسان چقدر عقلش بیگانه میشه که نعوذ بالله دست به گناه پیش میکنه، در حالی که پلیسی الله قط تو موجود، دو ملک قطت موجود، این پلیسای داخل بدنت که اعضا سیقتت موجود، او علم الله خو است و است. اگر ایمان به صفات الله داشته باشی، یک صفاتش بصیر و خبیر و علیم و سمیع است. ایمان به صفات الله می معنا را داره که الله سری تو بصیر است. تو چطور جنایت میکنی؟ چطور میگی کسی نیست، مرا کس نمیبینه؟ خیر است، رشوت خیلی پت میگیری. اینجا در دفتر نمیگیریم، در صرافی میگیریم. در صرافی الله نیست؟ در صرافی اعضا قطت نیست؟ در صرافی ملائک قطت نیست؟ نوشته نکرده؟ امی پای شایدی نمیده که برای گرفتن پولی رشوت در اونجا نرفتی؟ دست برات میگه قطمه نگرفتی؟ ولو نشاء، اگر ما بخوایم لطمسنا علی اعینهم، ما نابود میکنیم، محو میکنیم بالای نظرهایشان، چشمایشان، یعنی بیناییشان از بین میبریم. فاستبقوا الصراط، پس یا سبقت میکنن، یعنی پیشنستی میکنه از صراط در را که بروه. فانا یبصرون، پس چگونه یا ببینه را. اگر الله میفرماید این دو احتمال داره. بعضی مفسرین را متعلق دنیا میدانه. الله تبارک و تعالی میفرماید که ما در دنیا هم میتونستیم که مردم عذاب میدادیم. لا اقل بزرگترین نعمت که چشم است، بینایی است، ای از پیش میگرفتیم. کدام طرف حرکت میکردن؟ راه خو نمیدیدن. ولی الله میگه ما چشم برشان دیدم که راه برشان نمایان شوه، در راه ببینه که کجا یخک است، کجا یخک نیست، پای در کجا بمانم. برای حفاظت جان خود از عذابای دنیا اینمی قدر احتیاط میکرد. آیا برای حفاظت جان خود در آخرت احتیاط نمیکرد؟ قدم به جای نمیگذاشت؟ اگر الله میگرفت چی میکرد؟ کدام طرف میرفت؟ ولو نشاء لمخص فانا یبصرون، چگونه یا ببینه؟ ولو نشاء، اگر ما میخواستیم لمسخناهم، یا صورتهایشان بدل میکردم، مسخ میکردم، علی مکانتهم، در جایشان، در موجایی که جنایت انجام داده. انسان شادی جرمی شد، نعوذ بالله، سنگ جرمی شد، یک حیوان دیگه جرمی شد. فمستطاع مدیا، پس یا توانایی ندارن مدیا از رفتن که پیش بره، ولا یرجعون، نه باز بگرده. جای به جای مسخ میشد. چی میکردی؟ انسان چی میکرد؟ الله میفرماید که من میتونستم که سر انسان در صورت گناهش امیطور میکردم، خو لیکن رحمت ما تقاضای ازیره نداشت. ما برای حجت ثابت کردن بر انسان موقع دادم، نه چشمش کور کردم،
نه جای به جای در یک جای ایره سنگ گردانیدم که شور نخوره. از این خاطر بعضی مفسرین این آیات را متعلق دنیا میکنه، او بعضی مفسرین میگه نه، تعلق با آخرت داره. این رقم ولو نشاء، اگر ما بخوایم لطمسنا، نابود میکنیم علی عیونهم، بالای چشمانشان، نظرایشان، فاستبقوا الصراط، پس وا پیش دستی میکنه، پیش روی میکنه صراط، در راه جنت. فانا یبصرون، از کجا راه جنت ببینه؟ چرا؟ به خاطر که یا خود در دنیا کور ساخته بود. اونجا میگه قال رب لما حشرتنی اعما، در سوره طه تیر شده، ای پروردگار مرا چرا کور خلق کردی؟ الله تبارک و تعالی چی؟ وقد كنت بصیرا، من خو بینا بودم، چرا کور خلق کردی؟ الله میگه کذالک اتت آیاتی فنسیتها فکذالک اليوم تنسی. تو بودی که آیاتای ما تلاوت میشده، مکمل ترک کردیشه، پشت دادی، یاد نگرفتیشه. امروز اینی حالت سرت میاد دیگه. اینی حالت میگه تعلق با آخرت داره. الله بینایی از یارم میگیره، بعد از او پل صراط چی رقم تیر شود که در زیرش جهنم است و او قدر چیسته سخت است تیر شدن سرش. کجا میره؟ باز رای جنت از کجا پیدا میکنه؟ ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم، الله میگه اگر ما میخواستیم صورتهای از یارم مسخ میکردیم دم جایشان، فما استطاعوا، امونجا جای به جای که یا باقی مانده بدون از اینکه نظرشان بگیریم، پس یا توان نداشتن مبدیان از پیش رفتن ولا یرجعون، نه بازگشتن، هیچ کدامش نمیتونستن. الله هر نوع قدرت داره. و من نعمره ننکسه، هر کسی را که من زیاد عمر میدم ننکسه، نگونسارش میکنم، واژگون میسازم شه، فی الخلق، در احوال پیدایش. از اول طفل بود. الله تبارک و تعالی اشاره به انقلابات زندگی امی انسان میکنه. افلا یعقلون، آیا از عقل کار نمیگیره؟ تو چی فکر میکنی؟ جوان شدی، از طفولیت رفتی برآمدی، جوان شدی، تنومن قوت داشتی و بعد از او بازم رجوع کرد، قوتهای دزوف، چشمای دیدن نمیتونست، گوشای چونیدن نمیتونست، پایایت میلرزید، دستایت میلرزید، پیاله چای در دست گرفتن نمیتونستی، یک چند وقت روحت یک کمی کامل بود، باز شروع کرد روحی دام در ضعیفی، حالی گپای طفلانه میزنی. چرا؟ اگر در اختیاری تو می بود میکردی حالت سری خود خوش داشتی؟ نه. خب لیکن تو انسان چرا از عقل کار نمیگیری که این همه مواهب و بخششای است که الله برم داده، در اختیار الله است، که وقتی همه بخششا در اختیار الله است، بخششایی که الله برات داده بود تو باید از او استفاده درست میکردی. چرا؟ جوانی حیثیت بهار داره، حیثیت بهار داره. خب بهار موجود بود، هر چیز تازه بود، رنگ داشت، گل داشت، همه چیز. تو باید در جوانی خود استفاده میکردی، نه چیزی فایده خوب میگرفتی. حالی در پیری میرسی همین حالت سرت میاد. الله از او خاطر میگه افلا یعقلون، آیا یا از عقل کار نمیگیره؟ این انقلابات، این تغییرات در زندگیشان رونما میشه، بازم نمیدانه که من مخلوقی کیستم، من مخلوقی کیستم، همین قدر درک نمیکنه. من چی بکنم؟ برای چی آمدم؟ الله خو مرا پیدا کرده، برای چی پیدا کرده؟ هدف خدا رو همین قدر خو میدانست. و ما علمناه شعر، اثبات نبوتی پیغمبر علیه السلام میکنه. اعتراض سری پیغمبر چیسته؟ پیغمبر خود سخنایی بیان میکنه که خیلی جذاب است، دلکش است، فصاحت و بلاغت داره، کلامش متضمن قدر مطالب عالی است که هیچ پرسان نکو، هر کس برش گوش بگیره بالکل مجذوب امو صدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم میشه. دیگه چطور کنه؟ چی برنامه را عالی طرح بکنه که مردم عذیب نکنه؟ گفتن شاعران بازی طور شعرهای میگه که آدم بیخی میگیره. پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله شاعر است، او قرآن شعر است، نعوذ بالله. از این خاطر که مردم چی شود؟ بگوی باز بگرده، بگوین که راستی همیطور است. الله تبارک و تعالی رد میکنه ای بدبختا، چقدر بدبختی است، چقدر جفاست. چرا اینطور گپای غلط و دروغ نسبت میکنه به پیغمبر؟ امروز هم که شما دلایل حق میگه، مردم براتون چی میگه؟ باز میگه حدیثای منسوخ میگه میخوانه. باز چی میگه؟ محبت به پیغمبر نداره یا حدیث نمیفهمه. بازم او خواب با انصافش چی میگه؟ یکی تو از پیش سوال بکنی که والا اینی اونجا فلانی مولوی سبین توری حدیث گفت، او خب میفهمه یا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه.
سیکو گل زدنی مردمه. حالی که برای شما کسی بگوید که مولوی متوکل خوب میفهمه یا امام ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه، شما خود به خود اقرار میکنید که امام ابو حنیفه ما در عشیر علمی از دور رسیده نمیتونیم، دیگه خود به خود قطعا نفرتیتان پیدا میشه. لیکن اگر تو یک کمی بصیرت داشته باشی که باز برش بگی که تو خوب میفهمی یا امام شافعی رحمت الله علیه، تو خوب میفهمی یا امام مالک رحمت الله علیه، تو خوب میفهمی یا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. اگر گپ ده خوب فهمیدن باشه خونجا خوب فهمیده ها دیگه هست. 3 نفر یک راه را میره، یک نفر دیگر راه را میره، کدامش خوب فهمیده میشه؟ عجیب است. ایره مردم میگه گول زدن عوام، گول میزنه عوامه به این خاطر که حق برش واضح نشوه. الله خو مهر سکوت در لبت ماند، الله اقل گفته نمیتونه که بله و هم حدیث اسیم و او حدیث ترجمه ده یا این حدیث ترجمه ده. کسی که علم داره تحقیق خدا بکنه، معلومات برش حاصل شوه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خفا نمیشه اگر حدیث صحیح ثابت شده جانب مقابل او میگه که مذهب ما اموست، همون طرف میره. در حقیقت مولوی متوکل مخالف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست. چرای توصیه خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. لیکن این مردم چطور گل میزنه مردم، حق واضح بیان نمیکنه، میگه اینطور گپ است، اینطور گپ میگه. اونجا هم سری پیغمبر علیه السلام وقتی که گپایش مؤثر میدید به خاطری که مردم زیر تاثیر پیغمبر نبیاد در مجلسش حاضر نشه، گفت شعر میگه و ما علمنا شعر، الله میگه من نیاموختم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم الشعر شعر و ما ينبغي له، و نمیشاید برای پیغمبر علیه السلام امی شعر. چرا نمیشاید؟ مناسب نیست با پیغمبر علیه السلام شعر.